من میخوام اول از همه بدونیم، ببینید ما چرا داریم صحبت از موضوع بحث افزایش ظرفیت پزشکی میکنیم. چون یک سیاست کلی رو ما داریم که اول باید اون سیاست کلی رو هممون بپذیریم که یک کار کارشناسی تو این کشور صورت گرفته، یه سیاست کلی ابلاغ شده. بر اساس این سیاست‌های کلی ما که مجریم یا ما که مقننیم یا ما که ناظریم یا ما که شورای انقلاب فرهنگی هستیم، همه ما باید بر مبنای اون بریم کمک کنیم، تلاش کنیم سیاست‌های کلی رو اجرا کنیم. سیاست کلی به استناد بند 5.4ش برمیگردم میگه خدمت شما عرض کنم که ابلاغی 29 شهریور سال 93 موضوع اینه، میگه آقا برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها. یعنی این داره میگه برای مواجهه با این چیکار باید بکنیم؟ میگه وزارت بهداشت درمان و پزشکی موظف به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنه که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها رو هم بسته و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از سال 401 به مدت حداقل 4 سال در هر سال 20% نسبت به سال قبل افزایش بده. یعنی ما یه سیاست کلی داریم، شورای انقلاب فرهنگی بر مبنای این همچین مصوبه‌ای رو انجام میده. و از طرف جناب آقای رئیس جمهور میفرمایند که ما کشور رو بر اساس نگاه کارشناسی و سیاست‌های کلی و برنامه هفتم و اینها می‌خوایم اداره کنیم. یعنی ابتدای کار دولت با این عنوانه. وقتی ما این رو میپذیریم که یه کار کارشناسی تو این کشور شده، تا یه سیاست کلی نوشته شده، نگاش شده، ابلاغ شده و بر اساس اون سیاست‌های کلی رفته تو شورای انقلاب فرهنگی، دوباره کار کارشناسی شده، دستگاه‌های مختلف حرف زدن، موافق، مخالف، همه اینا مثل مناظره و میزگیری که شما اینجا برگزار می‌کنید یا صدا و سیما برگزار می‌کنید که در حد 20 دقیقه 100 200 نمی‌خوایم جمعش بکنیم. می‌خوام بگم یه همچین پشتوانه‌ای داره رسیده به این نقطه. چی میشه یه دفعه ظرف یکی دو جلسه آقایون میرن دوباره با تغییر دولت یه کار کارشناسی رو تو این کشور دنبال زمینگیر کردنش میرن؟ چرا این همچین اتفاق رخ میده؟ این سوال اصلی اینه. کمبود پزشک برطرف شده، مشکلات کشور رفع شده در این حوزه.